با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون سوخ باز در موج هوا. در استودیو با شما جهانگیر صابرов. در آغاز بخش اخبار شما را با شرح مختصر خبرهای نوی در رسپوبلیکامان رویداده شناس میکنیم. پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان شوکت میرزیویف بینا با تکلیف رئیس ریسپوبلیک خلقی خیتای با فوروم یک مکان یک راه که روزهای 24 و 27 اپریل در این مملکت شده میگذرد اشتراک میکند. در فوروم سران زیاده از 40 مملکت های مترقی عالم تشکیلات های بین المللی دعوت کرده شدند. در انجمن اساساً مسئله های همکاری اقتصادی منطقه ها، باز هم مستحکم ساختن آن، جستن راه نوی ترقیات، پیشنهاد کردن اقتصادیات و اینوواسیون های نو به عمل برآوردن لایحه های استوار انفراساختار مورد محاکمه قرار می گیرند. معلوم است که در روی زمین طرف شماره اهالی می افزاید، از جمله در ازبکستان صاحب اختیار نیست. امروز در مملکت ما چند نفر اهالی زندگانی می کند. از روی معلومات های آخرین به حالت 1 اپریل سال 2019 33 میلیون نفر را تشکیل می کند اهالی ازبکستان. از آغاز سال 2019 تا به امروز به 120,000 نفر یعنی به 0.4% زیاد شده است اهالی ازبکستان. از آن نزدیک 17 میلیونش در شهر عمر بسر می برد. در دهات ها باشد زیاده از 16 میلیون اهالی زندگانی می کند. وزارت عدلیه ریسپوبلیک ازبکستان با مقصد مبارزه بردن علیه سحر و جادو یک قطار تکلیف‌های نو را کار کرده برآمد. عین زمان انستیتوت تحقیقات سیاسی و حقوقی در حضور وزارت عدلیه بوده برای دگرگونی‌های داخل نمودن به حجت‌های قانون تکلیف‌های دخلدار را ترتیب داد و در آن مبارزه بردن علیه سحر و جادو و فالبینان به نظر گرفته شده، زیرا روزهای اخیر بین اهالی شماره فالبین زیاد گشته ایستاده است، یعنی فریبگری نیز به این منوال اوج میگیرد. خصوصا در ولایت قشقدریا 337 نفر شخصانی به سحر و جادو مشغول می شده معین کرده شدند و در ابتدای سال جاری تا امروز از روی فعالیت آنها 115 عدد شکایت افتیده است. سحر و جادو و فالبینی نه فقط در قانونهای شریعت بلکه در قانونهای دولتی نیز منع کرده شدند. اهالی را در این سمت به احتیاطکاری دعوت می نماییم. رهبر مملکت ترکیه رجب طایب اردوغان عاید تشکیل نمودن کالج ابو علی ابن سینا در شهر بخارای شریف قرار نو را امضا کرد. روز 17 اپریل سال جاری رجب طایب اردوغان قرار نو را تحت رقم 968 امضا کرد. از روی خبری سایت های رسمی یعنی خصوصا روزنامه رسمی در بند دوم قرار کالج دانشگاه شعبه های تندرستی استانبول را در بخارا گشادن ذکر کرده شده است. کالج خدمات های طبی بخارا را به نام ابن سینا میگذارند. آرزوی یک چند ساله اهل محله سری بازارچه نهایت جامعه عمل پوشید. مردم ده به محله آب برآوردند، آب نوشاکی و پالیزی. ادامه موضوع در لوحه نوبتی ما. در منزل و مکانی که اساس زندگی آب رفته رسیده است، فراوانی و آبادی اوج خواهد گرفت. واقعا آب منبع حیات است و بدون این نعمت خداداد حیات وجود ندارد. در دام سال گذشته و ابتدای سال جاری در اساس دستورهای حیات بخش که اساسگزارش رهبر کشور حقوق بنیاد ما شوکت میرزیویف می باشد، آهسته آهسته به منزل‌های بی آب منبع حیات آب رفته می‌رسد و حیات مردم فراوان با برابر منزل زیست روزگارشان آباد می‌گردد. قسم زیاد اهل محله سری بازارچه زیاده از 10 سال است که از نرسیدن آب نوشاکی و پالیزی اذیت می‌کشیدند. عرض و شکایت‌های آنها را جوابی نبود و برای جای مراجعت کرده اشان نمانده بود. توفیل سیاست عادلانه و خلق پرورانه رهبر دولت نهایت مراجعت آنها آموخته شد و از بودجه دولت برای تامین آب نوشاکی به اهل این دهه زیاده از 80 میلیون سوم مبلغ جدا کرده شد و با کمک و دستگیری مردم مهنتکش این روستا به سر بازارچه آب آمد. آب نوشاکی و پالیزی آمد. از دریا توسط نساس به 150 متر بلندی آب کشیدند و دیروز به همین مناسبت در محله مذکور تدبیر دایر گردید. در آن حاکم ناحیه فروخ اوسرف و دیگر مسئولان ناحیه اشتراک کردند. من 110 خوجلک در همین تگ سبزار زندگی میکنم. او ما کم شده برفتن سبب طبیعت همون و شانش. من با تشبوسی همون حکم نوامو با تشبوس شوی رحمتی گذشته که من همون لایحه و درآمد من اجرا شد. همون ما من ندار همون
حکم نو ما همه شوی رحمت کنه. معمای چند ساله بودی؟ معمای 10 ساله 15 ساله معمو بود. من در همین 2 سالنده حل شده. چند خوجلک با آب تامین شد؟ 10 خوجلک با آب تامین شد. بهار فصل درافروز سال است. من امروز ما در یک روز زیبای بهار باز به اینجا جمع آمدیم. البته سبب جمع آمدنمون این روز خرسندی، روز تنتنه با کار در آمدن نساس آبکش دهه سر بزرچه می باشد. با این مناسبت کل مردم را از تحت دل تبریک مبارکباد می‌نمایم. آب و آبادی میگویند. البته از این طرف دهه‌مون باز هم آبادتر می شود. خلقمون باز هم خوبتر زندگی میکنند. در تدبیر آنهایی که در خوابانیدن قبور و دیگر کارهای تشکیلی خدمت کردند با افتخارنامه و تحفه‌های مخصوص حاکمیت ناحیه تقدیرانیده شدند. افتخارنامه ها را با آنها حاکم ناحیه و رهبر سکتور دوم سپارید. از روی معلومات رئیس محل در این کار به واسطه سهم شخصان سخاوتمند و خلق‌پرور ده سامسود جان سایپov، خالبای خالبایف، رحمت جان سایپov، مراد جان تیمیرov، اعظم جان رجبov برجسته است. یکی از ساکنان ده ضیاءالدین بابا محرمov برای تامین همدهگانش با آب نوشاکی از حساب خود زیاده از 10 میلیون مصرف کرده که امروز اهل ده از او خیلی منت دارند. آب و آبادی میگویند، یعنی آب که هست آبادی نیز اوج میگیرد. اهل ده اکنون از یک گریبان سر برآورده بهر آبادسازی دههشان کمر همت بستند که نتیجه آن را باز توسط تلویزیون سرخ به شما میرسانیم. حل معمای مردم اساس ترقیات، فراوانی و برقراری صلح و امنیت در مملکت به شمار می رود. به همین خاطر در هر یک روستا قبول سیار شده می گذرد که این دفعه قبول سیار حاکم ناحیه در محله دهویران شده گذشت. حالا در همین خصوص نقل می کنیم. در قبول سیار تحت رهبری حاکم رهبران کارخانه و تشکیلات‌های دخلدار و نمایندگان قبولخانه خلقی پرزیدنت رسپوبلیک ازبکستان اشتراک کردند. مقصد همه یک است، برطرف نمودن معمای مردم. خوش قبول‌های سیار نتیجه دارند؟ برای مردم نفع دارند یا نه؟ ما را بیشتر جواب همین سوال‌ها به خود جلب می‌سازد و به همین خاطر در قبول‌ها اشتراک می‌نماییم و گفته می‌توانیم که تا قدر امکان در نتیجه قبول‌های سیار معماهای مردم حل خود را یافته ایستادند. اما پنهان نباید کرد که بعضی مشکل‌های اهالی هیچ حل خود را نمی‌یابد. در دهویران باشد قبول سیار غیر چشم داشت، یعنی با بحث و تلاش‌ها شده گذشت و قسما باشد هم معماهای مردم برطرف کرده شدند. بعد اتمام قبول حاکم و رهبران کارخانه‌های دخلدار به خاندان اهالی در آمده با درد و معمای آنها شناس گشتند. البته هستند عائله‌هایی که ثروتمند، طرز زندگیشان خوب، اما هستند آن عائله‌هایی که زندگی فقیرانه می‌گذرانند. گروهی کاری به خاندان در آمدند که واقعا طرز زیستش خوب نیست. شوهرش در خارج و چند سال است که به زادگاه بر نمیگردد. باریگران زندگی را با وجود زن بودنش تنها خودش میکشد. از پی زندگی و فرزندانش شده حتی برای شودگار و کشت کردن زمین صحن حولیش فرصت نیافته است. در حال از جانب گروه کاری تکنیک‌های لازمه دعوت کرده شده زمین این خاندان شودگار و کشت کرده شد که از این گونه اعتبار و غمخواری زنی که سرور عائله می باشد، زنی که بار گران زندگی را تنها خودش می کشد، خیلی خوشحال شده گشته و برگشته عرض و سپاس به رهبر کشور نمود که امروز منفعت انسان در مملکت ما از هر چیز بالاست. هنگامی به خاندان‌ها در آمدن قسمی از معماها حل خود را یافتند، قسمی از آن برای حل نمودن به تشکیلات‌های دخلدار برآورده شدند و قسم دیگرش از بس که در مقیاس ولایت و رسپوبلیک حل کرده می شود به نام رهبران بالا ارسال کرده شدند. مهم آن است که قسما باشد هم معمای مردم در قبول‌های سیار حل خود را می‌یابند. بهر پیشگیری وضعیت‌های فوق‌العاده در فصل بهار امروز در نزد میدان اداره جمعی شهروندان محله دیویران مشق نوبتی شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه شده گذشت. لوحه نوبتی ما در همین خصوص. ناحیه ما که ناحیه سرحدی به حساب می‌رود در این حدود به عمل آمدن وضعیت‌های فوق‌العاده از احتمال خالی نیست و این گونه حالت فوق‌العاده به هنگام آغاز فصل بهار حالت طبیعی به حساب می‌رود، چون که ناحیه ما با کوه‌های سر به فلک احاطه گشته و مقدار زیادی برف در کوه‌ها جمع آمده به هنگام آمدن فصل بهار و گرم شدن هوا و این برف آب شده آبخیزی و آمدن سیل ناگزیر است. دایر به پیشگیری وضعیت‌های فوق‌العاده و دیگر حالت‌های غیر چشمدار در ناحیه‌مان شعبه محافظه
شهروندی عمل میکند و سروری این شعبه به ذمه خود حاکم ناحیه واگذار کرده شده است. تمام کارهای به این سمت وابسته بوده به واسطه تحت سروری حاکم عملی گردانیده می شود. پیشبرد کارهای شعبه وضعیت فوق‌العاده ناحیه نیز تحت رئیسی حاکم به راه مانده می شود. دایر به پیشگیری وضعیت فوق‌العاده که در این روزها به عمل آمدنش در احتمال است، فرمان حاکم ناحیه سروری محافظه شهروندی ناحیه برآمده است و مقصد اساسی از قبول این فرمان این پیش از همه پیشگیری وضعیت‌های فوق‌العاده در روزهای گرم فصل بهار می باشد. بهر همین دیروز در حدود جمع شهروندان محله دیوایران بهر به عمل تطبیق کردن نکته‌های اساسی حجتی مذکور مشق‌های تکتیکی دسته یکجایی شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده گذرانیده شد و در این مشق‌ها اکثریت کارگاه و تشکیلات‌های وابسته به ناحیه با قوه و تکنیک‌های خود اشتراک کردند. از جانب متصدیان ساحه آمادگی این دسته مخصوص به وضعیت‌های فوق‌العاده سنجیده شد. بهر خوش گذراندن مشق‌های تکتیکی مذکور موافق این حجت تمام کارگاه و تشکیلات‌های متصدی وظیفه‌دار کرده شده بودند و دایر به خوب و خوش گذراندن این مشق‌ها شعبه ناحیوی کارگاه فرغانه تلکام، شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده، شعبه کارهای داخلی، شعبه تندرستی، اداره برق، اداره سوختگاز، سوق‌آور، استانسیه سانیتاری اپیدمیولوژی، شعبه آبادانی، خدمت وترینری و معاودت حیوانات، کارگاه اتومبیلی رقم 151 و دیگر تشکیلات و کارگاه‌ها وظیفه‌های مخصوص گرفته بودند و امروز اجرای همین وظیفه‌ها طریق مشق‌ها دیده شد. گذراندن مشق‌های تاکتیکی در اصل نقشه مخصوص به عمل برآورده شد. چون به ما سروری شعبه وضعیت‌های فوق‌العاده ناحیه جلال‌الدین جلالوف میگوید مقصد از گذراندن این مشق‌ها پیش از همه سنجش تیاری دسته یکجایی کارگاه‌های ناحیه، سنجش تیار بودن ساختارهای معاونت شهروندی ناحیه به حساب می‌رود. گفتن ممکن است که مشق‌های تاکتیکی دیروزه در اساس همکاری مستحکم تشکیلات کارگاه‌های ناحیه شده گذشت. البته گذراندن این قبیل مشق‌های این پیش از همه برای سنجش تیاری ساختارها کرده می‌شود. در صورت پیدا شدن وضعیت فوق‌العاده باشد، دسته یکجایی کارگاه‌های ناحیه دایره پیشگیری وضعیت فوق‌العاده دائما تیار بودن خود را بار دیگر اثبات کردند. همکاری ما با تلکانال‌های ریسپوبلیکوی و ولایتی روز تا روز مستحکم می‌گردد و خصوصاً گزارش‌های ما در تلکانال‌های فرغانه، ازبکستان 24، منینگ یورتم منتظم نمایش داده می‌شوند. دیروز لوحه مخصوصی ما توسط بخش اینفورماسیونی دیار 24 تلکانال فرغانه نمایش داده شد که حالا همان را در یک جایی تماشا میکنیم. Tog'li So'x tumanida o'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashg'uloti ana shu dolzarb masalaga bag'ishlandi. Farg'onaning eng chekka hududlaridan biri hisoblanma So'x tumani osmono'par tog'lar bag'rida joylashgani bois bahor faslida ushbu baland tog'larning cho'qqisida uzoq muddat qor saqlanishi va yozning issiq kunlarida uni erib ketishi natijasida sel toshqinlarini vujudga kelishi tez-tez ko'zga tashlanadi. Xususan, tumanning eng chekka qishloqlari G'aznob, Qalacha, Malbut, Lembur, Hushyor, Demirsad mahalla fuqarolar yig'inlarida yoz faslida yuzaga keladigan sel toshqinlari natijasida ba'zi xonadonlar zarar ko'rib kelgan. Bu kabi favqulodda holatlarning oldini olish, aholini tabiiy ofatdan muhofaza qilish maqsadida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda boshqa daxldor tashkilotlar hamkorligida maxsus taktik o'quv mashqlari muntazam o'tkazilayotir. Galdagi o'quv mashqlari Qalacha mahallasida o'tkazildi. Unda asosiy kuch mazkur mahallaning sel yo'lini tozalashga jalb etildi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tuman hokimligi bilan hamkorlikda tumandagi fuqaro muhofazasi xizmatlari bilan birgalikda joriy yilning 10-11 aprel kunlari Qalacha sel yo'lida maxsus taktik o'quv mashq o'tkazildik. Maxsus taktik o'quv mashqimizdan o'tkazishdan asosiy maqsadimiz mana shu Qalacha hududidagi joylashgan sel yo'lini shag'al qumlardan tozalab, sel suv toshqinlarini xavfsiz va barqaror o'tkazib yuborishni ta'minlash maqsad qilib belgilangan edi. O'quv mashg'ulot davomida jami 385 metr sel yo'lining 3170 metr kub shag'al va loyqadan tozalandi. Shuningdek, tuman fuqaro muhofazasi xizmatlari tomonidan o'sha mahalla hududidagi barcha tizimlar bo'yicha elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, ichimlik suv ta'minoti, obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Kechga qadar davom etgan taktik mashqlarida mutaxassislar o'z yo'nalishlari bo'yicha mavjud muammolarni o'rganib, o'z joyida bartaraf etishga urindilar. Dar haqiqat, yurtimizda amalga oshirilayotgan yangi rejalar, yangi ishlarning hammasi eng avvalo xalq manfaati hamda yurt obodligi uchun qaratilgan. Ayni paytda So'x tumanida ham ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar rejasini amalga oshirish yo'lida ham ko'p arzirli ishlar olib borilmoqda. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.
این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخ که شما توسط آن باخبر و رویدادهای آخرین روشناس گشتید و باز خاطررسان میکنیم که اگر فکر و درخواست یا یگان معمای داشته باشید به ما توسط نامه ارسال نماید و ما در اساس قانون و در دایره وکالت بهره برطرف نمودن معمای شما همیشه آماده ایم. خیر سلامت باشید و با برنامه های تلویزیونی سوخ بمانید.